رسول الله تو جانانم تو باشی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شنوندگان و بینندگان گرامی، امید هست که همه‌تان جور صحتمند و لباس عافیت و تن داشته باشید. از الله تبارک و تعالی برای همه شما صحت کامل خواهانم و برای مریضان اهل اسلام در هر گوشه و کناری که هست، در خانه و یا در شفاخانه ها هستند، از الله متعال برایشان شفای عاجل کامل خواهانیم و از الله متعال توفیق طاعات و عبادات خواهانیم و از الله متعال خلاصی غزه و فلسطین از این ظلم و ستم و دیگر مسلمینی که در هر گوشه و کنار مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند، از بارگاه یزید متعال برایشان صبر استقامت و خلاصی از آن جنگ، از آن ظلم و ستم خواهانیم. میخواهم در این ویدیو ادامه درس 40 حدیث را به سمع شما عزیزان برسانم. در حدیث نمبر 3 خوانده بودیم پاداش کسی که محبت با نبی علیه السلام دارد چیست. در حدیث نمبر 4 میخوانیم که نبی علیه السلام فرمودند که همه امت من در بهشت هست مگر یک گروه. عنوان حدیث همچنین هست: تمام امت من در بهشت داخل می شود مگر یک گروه. آن گروه کیست؟ لفظ حدیث از این قرار هست: و عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من یأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد ابى. رواه البخاری. این حدیث را بخاری شریف نقل کرده است. ترجمه حدیث: و عن ابی هریره، و از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که اسم اصلیشان عبدالرحمن یا عبدالله است، بعد از مسلمان شدن. قبل از مسلمان شدن به نام عبدالشمس بوده است. ایشان روایت میکنم بدون شک فرمود رسول گرامی صلی الله علیه و سلم: کل امتی، همه امتی من داخل بهشت می شود مگر کسی که اعراض بکند، الا من ابا، مگر کسی که اعراض بکند. گفتند صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کیست که اعراض بکند؟ نبی علیه السلام در جواب فرمودند کسی که اطاعت و فرمان برداری مرا بکند داخل می شود به جنت و کسی که نافرمانی مرا بکند او ابا ورزیده است، او اعراض کرده است. این بود ترجمه حدیث. پیام حدیث برای امت مسلمه چیست؟ پیام حدیث از این قرار هست: هر آن انسان مسلمان که و یا خواهر مسلمان یا برادر مسلمان انگشت محبت، انگشت اطاعت، انگشت امت بودن به سینه خود میزند، برای آن لازم و ضروری هست که از پیغمبر خود، پیامبر رحمت، پیامبر شفقت، پیامبر انسانیت، پیامبر وحدت، پیامبر اخلاق، پیامبری که سراسر زندگیش نیکویی است، سراسر از پیدایش تا وفاتش درس اخلاق، درس انسانیت، درس مهر و محبت، درس ایثار و فداکاری در مقابل همدیگر، درس
اخلاص، درس خدایی، درس زهد و تقوا میدهد، باید از این گونه پیامبر که الله تبارک و تعالی این پیامبر را برای من شما اسوه نیکو خوانده است، باید اطاعت و فرمان برداری شود. پاداش و فواید اطاعت و فرمان برداری این هست که هم در دنیا سربلند خواهیم بود و هم در آخرت سربلند خواهیم بود. نقصان اطاعت نکردن، گناه اطاعت نکردن، نقص کسی که اطاعت و فرمان برداری از نبی علیه السلام نمی کند این هست که هم در دنیا سرخجل و هم در آخرت سرخجل خواهد بود. هم در دنیا خوار و ذلیل و هم در آخرت خوار و ذلیل خواهد بود. حدیث شریف هم اشاره به همین می کند. پس نشانه اطاعت این هست که ما به سنت های آن نبی علیه السلام عمل بکنیم و نشانه نااطاعتی این هست که ما از سنت های آن اعراض بکنیم. در همین شبانه روز چقدر سنت ها از نزد من شما ترک می شود. در ویدیوهای قبلی گفته بودم که نبی علیه السلام طریقه و راه و سنت خیش را از بیت الله گرفته تا بیت الخلا برای من شما معرفی کرده است که ما به بیت الله می رویم چطور برویم، اگر به بیت الخلا می رویم چطور برویم، وقتی که نان می خوریم چطور نان بخوریم، با کدام دست نان بخوریم، ابتدا چی بگوییم، ابتدا چی کار بکنیم، از کجای طعام بخوریم، وقت طعام خوردن سخن بگوییم نگوییم، به طرف کسی نگاه بکنیم نکنیم، لقمه ها را کلان بگیریم خورد بگیریم، در میان لقمه ها چی گفته شود، قبل از نان چی بخوریم، بعد از نان چی بخوریم، قبل از نان چی بگوییم، بعد از نان چی بگوییم. اینها همه سنت ها دارد که باید من شما آنها را یاد بگیریم و عمل بکنیم. انشاءالله در ویدیوهای بعدی سنت های غذا خوردن را اگر فرصت یاری کرد، اگر توفیق الهی یاری کرد، انشاءالله برای شما به عرض میرسانیم. الله تبارک و تعالی برای همه من شما توفیق هدایت عمل نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.